سلام، روز بخیر هموطنان نازنین. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه جدید ما. امروز ما به یک جای آمدیم که اینجا مسجد مسلمان ها، مسجد ترکا هست در مرکز برلین البته. و در این مسجد که هست، این خیلی یک مسجد مشهور است. در محوطه همین مسجد که هست مرکز مسلمان ها است. در اینجا افراد بسیار بلندپایه حکومتی از کشورهای مختلف دفن هستند که ما و شما میبینیم. ترکا هستند، دیپلمات های ترک هستند، دیپلمات های ایرانی هستند و همچنان چندین نفر از افغانستان هم در اینجا دفن است که چند تای از از خانواده چرخی است و یک 4 یا 5 نفر هم معسلین است که فکر کنم دقیقا 1 قرن قبل در اینجا دفن شدن در این محوطه که ما و شما میبینیم. اینجا نشان بدید بر دوستا، اینجا که ما و شما میبینیم. و دوستای عزیز، از که مهمتر اینجا مرقد شجاع الدین دوله است که اینا دیپلمات بودن و زمان که به آلمان آمدن و در اینجا فوت کردن و در امی محوطه دفن شدن. من در رابطه با شجاع الدوله براتون بیشتر معلومات میتونم که کی بودن و چی کارهای اینا در افغانستان و در رابطه با افغانستان انجام دادن و در کجا سفیر بودن. من بیشتر در لابلای برنامه براتون معلومات میتونم. دوستای عزیز، و این مسجد که هستم و شما میبینیم فعلا هم یک جنازه است اونجا. زیاد افراد که اینجا زندگی میکنه، ترکا یا افغان ها، ایرانی ها، افراد که هستن اینجا به نماز جمعه یا نماز چاشت و یا هم جنازه خود هم اینجا میارن. و در این مسجد یک موزیم بسیار مقبول است. در این قسمت ازی من فعلا میرم از این موزیم ازی میبینم و به شما هم از داخل موزیم فیلم میگیرم، شما هم دوست عزیز ببینید، مرا دنبال بکنین و بیشتر و بیشتر در رابطه با شجاع الدوله و مسجدی که در این موقعیت است. و این موقعیت دوستا برنامه کلمبیا دامیاد میشه. و جالب است که دوستان همیشه ما میگفتیم که غم و خوشی در یک تصویر، ولی امروز در این برنامه ما همه یک وضعیت رخ داد. بدون در سطح صحن خود حولی مسجد جنازه بود. ولی در اینجا در اتاق که بالایش موزیم است، اینجا یک عروس و داماد هست. فکر کنم که ترکستان نکایشان را بسته کردن. حالا ما اجازه میگیریم تا برم بالا از موزیم ببینیم. دوستان، ما فعلا آمدم به منزل 2 به داخل موزیم. اینجا داخل ترمیم دارن، گروه فکر کنم جور میکنم. باید ما یک چند دقیقه منتظر باشم که کارشان خلاص شود، باز من از داخل موزیم به شما ویدیو بگیرم. دوستای عزیز، از بالای از منزل که از کلکین شما زمان پایین سعی کنین مکمل می صحن اولی را ببینین که چقدر زیبا هست دیگه. و خود مسجد بسیار مقبول تزیین شده. نقاشی ها و رسامی که دیزاین که در این مسجد کار گرفته شده بیشتر در بعض جایهای تاریخی در افغانستان، در مزار شریف، در روضه مبارک، در بلخ و همچنان در امام جان آقا، در امام ولسوالی امام صاحب است کنم. اونجا از این دیزاین و دیکور است و برای من بسیار جالب بود که این دیزاین و دیکور ما در اینجا دیدم. فعلا شما چند تصویر از کلکین موزیم ببینین بیرون. صحن اولی را شما ببینین که مکمل براتون معلوم شود تا که اینا کارشون تمام شود از داخل. باز من داخل میرم، اونجا هم به شما نشان میدم. و در
در 4 اطراف مسجد که هستن، در 4 اطراف مسجد دوستا اونجا مقبره هست، ولی اونجا که هستن مقبره به داخل مقبره مسلمان ها هست، ولی در اطراف مسجد افراد که دفن هستن اونا از کشورهای مختلف هستن، یعنی مسلمان نیستن ولی از کشورهای مختلف هستن، مسیحی ها هستن، فرانسوی ها هستن، یعنی از هر کشور افرادش اینجا قبرستان داره و اینجا دفن هستن. متاسفانه در کشورهای ما که هستن شهروندای خودشون مرقدش آرام نمیمونن یا سنگ قبرش هم میشکنن یا میکنن یا به هر نوی تخریب میکنن. بدبختانه در کشور ما آزار اذیت بسیار زیاد است. اینجا که هست از هر نگاه آزادی است، آزادی مذهبی است، آزادی از نگاه دین هر کس آزادی داره و یعنی کسی به زندگی شخصی کسی اصلا مداخله نمیکنه. امکانات سهولت همه برای افراد اینجا مهیا است. هر شخصی که هزار کشور میاد زندگی میکنه برشون سهولت ها هست، یعنی برشون مزاحمت ایجاد نمیکنه. شما فیلم ایده ببینین سقف از بسیار مقبول تزیین شده از این موزیم. اچه جای بسیار خورده است به خاطر از که خودم این مسجد هم زیاد کلام نیست ولی خورده است، موزیم هم خورده است و بسیار زیاد مقبول تزیین شده، بسیار زیبا هست. اینجا قبلا هم گفتم چند قبل که بیشتر روزهای جمعه اینجا همه به نماز می آید، خانما هم می آید، مردا هم در اینجا به نماز می آید و دیگه ممانعت نیست و دیگه ای که جنازه اینجا اصلا دعاخوانی میشه در این مسجد و همچنان دوستایی که نکاح میکنن، نکاح اسلامی اینجا میان با روز ها دماتا در این مسجد ها میان اینجا نکاح میکنن و ما مسجد ها زیاد هست دوست در برلین، تو نیست که تنها همین مسجد بوده باشن. این خوب مسجد ترکا هست در فکر کنم فراموشم شد گفتم که در کلمبیا دام بسیار مشهور است، اما در دیگر موقعیت ها هم مسجد ها هست که مسجد مربوط به افغان ها میشه، مربوط ایرانی ها میشه، دیگر مسجد زیاد است. این فقط یک دانش است که ما به شما نشان دادم. شما از تصاویر اینجا ببینید تا که داخل تنظیم شود باز از داخل هم برنامه بگیرم. دوستا حالا دیگه اینجا بیکار شد، برای ما گفتن که میتونید از اینجا ویدیو بگیرین. چند دقیقه قبل اینجا کارگرها بود، داخل موزیم نمیشد که ویدیو گرفته، حالا کارشان تموم کردن رفتن، ما آمدم براتون ویدیو بگیرم. اینجا که هست دوستا میتونین ببینین، ما چند قبل با شما گفتم این دیزاین دکور که میبینین از این نقاشی‌ها، از این کاشی‌ها در افغانستان در جایهای تاریخی بسیار زیاد استفاده میشه، در بعض مساجد بسیار زیاد مشهور از این استفاده میشه. وقتی ما این را دیدم به یاد بلخ شریف، مزار شریف افتادم، مرقد روضه مبارک و کاملا منجواری است. گفتم براتون که موزیم خورده است به خاطر از اینکه مسجد هم خورده است اما خیلی زیباست. وقتی فکر میکنم که عروس‌ها و دامادها میتونه که فامیلای چند بیان به اینجا بشینن برای چند دقیقه که به خاطر محفلشان یا بسته شدن نکایشان اینجا میاین. اینجا میبینیم دوستا که این موزیم چی داره. اینجا یک قاب است و اینا دوستا، اینا که شما میبینین یا کلش انتیک است. این ببینین
یک میوه‌دانی است در اینجا و همچنان اینجا چیزی دیگه سرایی است در بالا است که دست ما نمیرسه که شما میتونید به کامera ببینین. این انار است به شکل کاملا به شکل انار جور شده و در این پایین که شما میبینید یک دانه سرایی است بسیار مقبول است. و دوستا اینجا چیزای دیگه هم هست که از جوره از این سرایی اینجا یک دانه چی میگن دیگه من نفهم نامش چی میگن، فکر کنم گلدان هست. این از جوری از او است که اون بالا را کامera بگی بسیار ببینین. از او ما در افغانستان در بیشتر خانه می باشه می داشته باشه فامیلا اکتا اینجا هست و همچنان اینجا یک پرنده که بسیار زیاد زیباست. اینجا دیگه فامیلا آمدن بسیار زیاد و چیزایی که دیگه این طرف هست از جوره امو چی خوابش هست و بینش هم تزمیز. دوستا شما از دیگه گوشهای موزیم ببینید. ما از پایین میشم بخاطر از که دیگه فامیلا آمدن، اما فامیلایی که در پایین عروسی داشتن بکای امو دختر و پسرشون بسته میکردن حالا به بالا آمدن دیگه. من به اونا مزاحمت نمیکنم، من میرم به پایین، از پایین از یک قسمت ها به شما برنامه میگیرم، شما من دنبال بکنید. من دیگه دوستا پایین به شما استاستا به خاطر که مناسب که عروس و دامادش آمد در بالا از این بیشتر من نمیخوایم درشان مزاحمت کنم دیگه. استاستا میرم. Dankeschön. Tschüss. دوستا میبرایم از اینجا میرم به طرف چار عقب این مسجد میرم. اونجا را ببینید یک باغ بسیار زیاد کلان و مقبول است و مرقدای زیاد است. من اونجا را میرم به شما نشان میدم. شجاع الدوله خان کی بود؟ شجاع الدوله خان غوربندی فرزند شاه دوله خان و نواسه نایب سالار پروانه خان عهد امیر عبدالرحمن خان بود و از خانزادگان غوربند به شمار می رفت که در کتاب معروف رجال افغانستان تابع امریکا تولد او در 1896 در غوربند ذکر شده است. شجاع الدوله در زمان امیر حبیب الله خان به سمت‌های مختلف ریاست جمهوری اجرای وظیفه کرد و در حرکت دوم وابسته به حلقه جوانانی بود که شاهزاده امان الله خان از آن سرپرستی میکرد. شجاع الدوله خان از جمله اشخاص مهم جمعیت سری ملی بود که بعد از امان الله خان و محمد ولی خان دروازی بدخشانی شخص با نفوذ محسوب میشد. بعد از روی کار آمدن رژیم جدید در هنگام پادشاهی امان الله خان به حیث وزیر امنی عمومی تقرر حاصل نمود و همچنان شجاع الدوله خان بعد از خود 1303 تا 1307 سفیر افغانستان در لندن بود. محترم سید سعدالدین هاشمی در صفحات 173 تا 177 جلد اول اثرش به نام جنبش مشروطیت خواهی در افغانستان درباره شجاع الدوله بحث نسبتاً مفصلی دارد و قتل حبیب الله را به دست او تایید می‌کند و می‌گوید که آدم بسیار لایق و منور بود که به زبان‌های فارسی و پشتو تسلط داشت و زبان‌های انگلیسی و روسی را نیز می‌دانست. او می‌افزاید که شجاع الدوله بعد از ایران به لندن می‌رود و در آنجا بین او و محمد یونس خان بالای فروش اموال سفارت مخالفت و جنجال‌های ارضی وجود می‌کند.
و همزمان انگلیس ها به او میگویند که باید خاک انگلیس را ترک کند و او سرانجام به جرمنی می آید و در سال 1931 به طرفداران امان الله خان به بیت الله مسافرت می کند. وی تا اواخر جنگ جهانی دوم در آلمان به سر می برد و در 1933 از تابعیت افغانستان محروم ساخته می شود. جناب هاشمی می گوید که اسناد آرشیوی می رساند که شجاع الدوله با تجاربی که از حکومت‌های ترکیه و ایران داشته در افغانستان طرفدار حکومت شاهی مشروطه بوده، نه نظام جمهوری. شجاع الدوله خان غوربندی که از طرفداران جدی و سرسپرده امان الله خان غازی بود، بعدها در سال 1944 و در جوشش جنگ عمومی دوم و در 1945 برابر با 1324 در برلین دیده از جهان فروب است و در قبرستان ترک ها واقع جاده کلمبیا دام به خاک سپرده شد. هموطنان عزیز، مسرت دارم که به تأسیس از بزرگداشت شخصیت تاریخی و سیاسی افغانستان مرحوم شجاع الدوله خان غوربندی که در نهضت مشروطیت و در نهضت امانی نقش بسیار اساسی و عمده را به عهده داشتند. مرحوم شجاع الدوله خان غوربندی یک تن از شخصیت‌های پرنفوذ و نیکنام از دره غوربند در حکومت حبیبالله خان سراج ایفای وظیفه میکرد، گاهی به نام غلام بچه، گاهی به نام فراشباشی در تاریخ گفته شده. از او بخش تاریخی از این صرف نظر میکنم، اما با پاس احترامی که به این شخص بزرگوار موجود است، از کشور اسپانیا به شهر برلین آلمان آمدم تا در پای مرقد از این بزرگوار که از چشم تاریخ به دور در شهر غربت با فراموشی سپرده شده نکات چند را یادگار و ماندگار بسازیم. هرچند که در این آرامگاه که به نام کلمبیا دوم یا همو ترگاه یا مرقد مردمان ترک‌تبار اینجا هست و برای دینا یک جای بسیار مقبول را در برابر دروازه ورودی مسجد ترک‌ها در شهر برلین جای بسیار مناسب و قابل قدر را تخصیص دادن و ما اینجا استفاده هستیم و ما می‌بینیم یک محل بسیار خوب و جای بسیار پاک و باصفا این بزرگوار دفن است و این در یادداشت‌های از این مسجد و از این کمیونیتی همه سوانح از این مسجل است. ما خواستم که این را به شکل مستند خدمت دوستان داشته باشیم تا در آینده تبصره‌ها و گفته‌هایی که در تاریخ و رابطه با تاریخ افغانستان و چگونگی وضعیت افغانستان و به سرنگونی نهضت امانی بازدازی مستندات استفاده کنیم. در اینجا از خانواده‌های چرخی و هم کسانی که معاصل بوده و به شمول خانم ها در اینجا مدفون است که از جا دارد از کشور ترکیه و از ترک‌های سرزمین که بسیار با احترام با افغان‌ها برخورد کردند و جا دادند اظهار سپاس و قدردانی می‌کنم. دوستان گرامی، اینجا نوشته شده مرحوم شجاع الدوله خان افغان و یک تاریخ سال 1944 درک شده که در برلین وفات یافتند و همینجا به خاک سپرده شد و در پالوی اینجا یک بیرق افغانستان کاپی شده جایش بود که با مرور زمان رنگش رفته ولی جایش مانده. شجاع الدوله خان غوربندی شخصیت محترم در تاریخ افغانستان گذاشته
و ما بر اساس احترام اینجا آمدیم. از خانم فوزیه سیدزاده هم اظهار سپاس میکنیم که در این زمینه زحمت کشیدن و جای پیدا کردن و مرا همراهی کردن. از دوستان هم سپاس میکنیم. تشکر. دوستا دیگه حالا من از مسجد برآمدم، آستا آمدم به باغی که در عقب محوطه مسجد است، در 4 طرفش هست. البته من در باغ آمدم. اینجا خیلی یک باغ کلان است، شما میتونین ببینین. و اینجا که هست در هر طرف از این، هر گوشه از این جای جور شده، البته جدا جدا جای جور شده که هر مردم از هر کشور مشخص همونجا مرقدش هسته. من برای اولین بار که آمدم به اینجا به می مقبره میخواستم که میخواستم که می جایی که دیپلمات های افغانستان دفن است و می جایی که شجاع الدوله دفن است، شجاع الدوله غوربندی. البته من میخواستم ایره پیدا بکنم. یکی از دوستای ما از کشور اسپانیا در رابطه با شجاع الدوله یک کتاب چاپ کردن. باز اونا از من خواستن که من مرقد اینا را پیدا بکنم، این شخص بزرگه مرقدش پیدا بکنم. خب من خیلی در اینترنت سرچ کردم. یک شجاع الدوله دیگه هم بود، او ایرانی بود که در کردستان عراق دفن بود. خب دوباره خیلی جستجو کردم و اینجا را برای ما دست داد. زمانی که من میخواستم اینجا را پیدا بکنم به یک ساحه دیگه رفته بودم. البته بیخی من اشتباه رفته بودم به اون ساحه. اونجا که پرسان کردم باز اونا برای من گفتن که نه، در جای دفن است که اونجا مقبره ترکا است، مسجد ترکا است. با زمانی که من اینجا اومدم بسیار جالب بود. با ما دوست ما اینجا را میپالیدم، هر طرف مرقد میپالیدم. خلاصه هر جایی که ما یک خب نامشان بسیار کلان است. من فکر میکردم که شاید یک مرقد خیلی کلان باشه، خیلی مثل بعض مرقدها که در افغانستان هست اتاق جور میکنن خیلی کلان دیزاین میتن. من فکر کردم که شاید اینجا دیگه این شخص امی قسم یک مرقد داشته باشه. و زمانی که من یک جای کلان میدیدم، یک سنگ کلان میدیدم، اونجا میرفتم باز تا این مرقد پیدا بکنم. آخر نشد. گفتم کاش که شجاع الدوله صدای من میشنید که من صدا میکردم برشان میگفتم شما کجا هستین، که خودش صدا میکرد من اینجا هستم شما بیاین. دیگه این اطرافات بسیار پالیدم، خیلی دور رفتم، در یعنی بسیار دور دیگه، دورتر از اینجا هر قسمتی باغ ما پالیدم. باغ خیلی کلان است، بسیار زیاد کلان است. هر جایش پالیدم بس دقیقا من متوجه شدم که اینجا از هر قوم، هر مردم، هر گوشه دنیا افراد هستن که اینجا مقبره دارن. دیگه در بین از ما من یافتم دوباره باز از مسئولی امی باغ. خب اینجا هر جای کس از خود مسئول داره. از مسئولش من پرسیدم که این یک شخص ما میپالیم. باز وقتی بهش گفتیم که مسلمان است و از افغانستان است، باز با بر ما آدرس دادن که ما باید دوباره به سرک براییم و در داخل مسجد بریم. باز داخل مسجد هم که ما رفتیم اونجا چی بوده که کل امی مرقدها را ما پالیدیم. شما میتونید ببینید این مرقدها را، کل امی مرقدها را ما پالیدیم که سنگای مرقدها را دانه دانه پالیدیم تا ایره پیدا بکنیم. بعد بخونه نیافتیم، باز دوباره پس رفتیم با مسئولش مراجعه کردیم، از مسئولش پرسان کردیم، گفتیم که ما امی شخص هم میپالیم، نامش مشخصاتش وقتی برشان دادیم. اینا بر ما در کتاب خود که سرچ پالیدن از داخل کتابشان باز گفتن که اینی یک شماره دادن، گفتن به این شماره است. وقتی ما در اون شماره رفتیم متاسفانه در اون شماره همین مرقد نبود. پس برشان گفتیم که در این شماره نیست، یک شخص دیگه است، باید ما ایره پیدا بکنیم. باز وا برای ما اجازه دادن که ما در داخل خودی همی چمن که قبر بود داخل ازی بریم
و دانه دانه می سنگا را چک کنیم ببینیم که در کدامش نشت است. بعضش از دور معلوم نمیشد. باز کلش پالیدیم. حتی بعضی می سنگای قبر که شما میبینید اونجا بعضش تو رویش رنگ شده بود، چونه که رنگ کرده بودن یا هرچی کرده بودن رنگ شده بود. خب این قبرها از 1 قرن قبل است اگر اشتباه نکنم. باز ما مجبور شدیم آب گرفتیم، این سنگا را شوشتیم تا که نام از یا پیدا شد، نامشان برآمد. باز ما نام از یا را پیدا کردیم، خود آدرس از یا را پیدا کردیم. باز امروز من تصمیم گرفتم که بیایم با شما یک برنامه از اینجا داشته باشم، به خاطر از اینکه خیلی یک معلومات مفید است درباره شجاع الدوله. حرفای زیاد گفته شده، بعضی جایا موضوعات دروغ نشر شده، دیگه در بعض کتاب ها هم بعضی چیزایی نشر شده که کاملا اشتباه است. به او خاطر من خواستم روی یک برنامه با شما داشته باشم. همچنان خواستم که شما ببینین آزادی که در این کشورها برای انسان ها میتن و حقوقشان چقدر بالاست. بر انسان ها احترام قائل میشن. هر شخصی که در خاکشان زندگی میکنه حق و حقوق داره. به هر قسم که بخواد زندگی بکنه، حتی به مرده هایشان احترام میگذارن. ای کاش کشور ما هم روز برسه که به انسان ها احترام بگذارن، به انسان های هر سرزمین احترام بگذارن. انسان ها را به خاطر دینشان، به خاطر هویتشان نشناسن، انسان ها را به خاطر انسان بودنشان بشناسن. ولی ما در آرزوی اموت یک روز هستیم. دوستای عزیز، بالاخره رسیدیم به پایان برنامه. ما از اینجا یک چند عکس یادگاری میگیرم به خاطر از اینکه بسیار یک موقعیت مقبول و همچنان تاریخی است، یادگار برام باره. شما از 4 طرفی باغ چند تصویر ببینین. برنامه را اینجا به پایان میرسانم. چینل ما رو سابسکرایب بکنین، ما را حمایت بکنین، نظریات خود بگوین، دیگه تشویق بکنین. ما به حمایت شما ضرورت داریم. الله حافظ و نگهدارتان تا برنامه بعد. ما اینجا میشینم که خسته شدم کنیم.